در حقیقت همه ما گاهی تنبلی و اهمال کاری میکنیم و از شروع کارها میترسیم. اما خبر خوب اینه که راه غلبه بر تنبلی کاملا علمی و قابل انجامه. یه روز یک جمله از مل رابینز شنیدم که میگفت ذهنت هیچ وقت منتظر نمیمونه تا حال انجام دادن کار رو پیدا کنی. اون لحظه فهمیدم مشکل من بی انگیزگی نیست، شروع نکردنه. از همون روز تصمیم گرفتم دنبال راههایی باشم که تنبلی رو دور بزنم، نه اینکه باهاش بجنگم. و امروز توی این ویدیو میخوام باهاتون 6 روش علمی و واقعی رو به اشتراک بذارم، چیزهایی که از کتاب‌ها و پادکست‌ها یاد گرفتم و کمک کردن از حالت فقط فکر کردن به عمل کردن برسم. پس اگه تو هم اون پروژه، اون هدف یا اون کاری رو داری که هی به فردا موکولش میکنی، تا آخر این ویدیو با من بمون، چون قراره با هم تنبلی رو دور بزنیم. روش اول، قدم‌های کوچک بردار. مغز ما وقتی با یک کار بزرگ و ترسناک مواجه میشه مقاومت میکنه. کتاب عادت‌های اتمی از جیمز کلیر میگه تمرکز روی قدم‌های خیلی کوچک عادت و نتایج بزرگ میسازه. یه جایی از کتاب میگه تو باید خودتو قانع کنی که فقط 5 دقیقه روی کاری تمرکز کنی. برای مثال اگه میخوای هر روز ورزش کنی، به جای اینکه 1 ساعت کامل رو برنامه‌ریزی کنی، با فقط 5 دقیقه حرکت شروع کن. یا اگه میخوای 20 صفحه از کتابت رو بخونی، فقط خودت رو قانع کن که 1 صفحه از کتاب رو باید تموم کنی. وقتی شروع کردی میبینی که ادامه دادن خیلی راحت تره. در نتیجه مغز حس موفقیت اولیه رو تجربه میکنه و اون ترس اولیه برای شروع کار بسیار کاهش پیدا میکنه. روش دوم، از سیستم پامودورا استفاده کن. تحقیقات روانشناسی و تکنیک پامودورا نشون داده که وقتی کاری رو در بازه‌های کوتاه 25 تا 30 دقیقه‌ای انجام میدی، مغز راحت‌تر تمرکز میکنه و از اهمال کاری کم میشه. تکنیک پامودورا میگه یک تایمر 25 دقیقه‌ای رو روشن کن و فقط روی یک کار تمرکز کن. بعدش 5 دقیقه استراحت بده و 4 بار این چرخه رو تکرار کن و بعد یه استراحت طولانی تر داشته باش. روش سوم، محیطت رو آماده کن. کال نیوپورت توی کتاب دیپ ورک یا کار عمیق میگه تمرکز واقعی زمانی اتفاق میفته که همه حواس پرتی‌ها حذف شده باشن. گوشی رو سایلنت کن یا بذار توی کشو. میز و فضای کارتو مرتب کن و فقط وسایل لازم رو نگه دار. مغز کمتر حواسش پرت میشه و مقاومت ذهنی در برابر شروع کارها کاهش پیدا میکنه. روش چهارم، ایجاد عادات و روال کاری. در صفحه دیگه از کتاب دیپ ورک گفته شده برای کار متمرکز قوانین و فرآیندهای مختص به خودت تعیین کن. برای مثال کارتو با یه قهوه شروع کن، استفاده از اینترنت رو ممنوع کن و یه مدت زمان مشخص مثلا 30 دقیقه برای خودت تعیین کن و با یه مدیتیشن به کارت پایان بده. روش پنجم، پاداش و رفتارهای مثبت. روانشناسی مثبت میگه پاداش‌های کوچک مغز رو برای رفتارهای مثبت تقویت میکنن. دکتر لارنس مارکسانگر توضیح داده که این روش باعث میشه مغز کار کردن رو لذت بخش حس کنه و تداوم بیشتری حس کنه. برای مثال بعد از انجام هر کاری یه جایزه کوچیک به خودت بده. این میتونه 1 شات قهوه یا آهنگ مورد علاقه یا حتی یک چرت 20 دقیقه‌ای باشه. روش ششم، ایجاد مسئولیت اجتماعی. داشتن یک نفر که ازت انتظار داره انگیزه و تعهدت رو افزایش میده. توی کتاب قدرت عادت به اهمیت این موضوع اشاره شده. برای مثال هدفت رو با یک دوست یا یک گروه کوچک به اشتراک بذار. حتی گزارش‌های کوتاه روزانه به کسی بده. وقتی کسی قراره نتیجه کارتو ببینه، مغز بیشتر برای شروع و ادامه تلاش میکنه. یادت باشه همه ما در مسیر شدنیم و لازم نیست کامل باشیم. مهم اینه حرکت کنیم، قدم برداریم و از مسیر لذت ببریم. اگه این روش ها برات مفید بود، لایک کن، سابسکرایب کن و با من همراه شو. چون هیچ شروعی کامل نیست، ولی هر قدم کوچک شروع یک تغییر بزرگه.